سلام، وقت بخیر. در مورد گیت میخوام توضیح بدم خدمتتون. گیت یک سیستم ترکینگه برای اینکه تغییرات تو سورس و مدیریت سورس و طول توسعه نرم افزار به عهده بگیره. حالا یعنی چی؟ شما ممکنه که یه فایل رو پاک کنید، یه فایل رو شما یا چند نفر دیگه روی اون سورس کنترل ویرایش کنن. گیت میاد تمام این تغییرات رو نگه میداره و این امکان به شما میده که بتونید رول بک کنید، بتونید برگردید به اون تغییراتی که قبلا داشتید. این خیلی مزیت مهمیه تو مخصوصا توی برنامه‌نویسی. گیت رو ممکنه با اسم ورژن کنترل ها بشناسید، با اسم سورس کنترل ها بشناسید که مدیریت سورس و مدیریت در واقع نسخه ها رو به عهده دارن. با این اسم هم ممکنه توی اینترنت باشه، ولی همشون حالا قبل از اینکه گیت باشه نرم افزارهای دیگه‌ای بود. بعد اینکه گیت اومد به دلیل محبوبیت و اینکه راحتی کار همه اومدن سمت گیت و وقتی دیگه با ورژن کنترل و سورس کنترل میگی همه میدونن منظورشون گیت هست. خب حالا گیت اینا رو چجوری نگه می‌داره؟ میاد به ازای هر تغییر یه ورژن میده. یعنی مثلا وقتی که شما دارید یه متد اضافه میکنید، اصطلاحاً کامیت میکنید و میفرستید رو سرور، ورژنش رو میزنه 1. دوباره یه تغییر دیگه انجام میدید، ورژنش رو میزنه 2. حالا اگه شما یه تغییری بدید و یه فرد دیگه رو همون سورس پروژه یه تغییر دیگه بده، باعث میشه که دو تا ورژن متفاوت بخوره و در نهایت وقتی که این کدا با هم مرج میشه یا ترکیب میشه، دوباره ورژنش عوض میشه. یعنی به ازای هر تغییری که یه فرد میده و اصطلاحاً کامیت میکنه، کدش رو تایید میکنه و میفرسته سمت سرور، یه شماره ورژن بهش گیت اختصاص میده. حالا این سوالی که شاید برای خیلیتون پیش بیاد، بگین که من تکی دارم کار میکنم و اصلا چه احتیاجی دارم که بیام از گیت استفاده کنم، یه نفرم. نکتهش اینه که اگر مثلا هارد سیستمتون بسوزه یا اطلاعاتتون دیگه نتونید برگردونید، حتی با نرم افزار ریکاوری بازیابی نتونید بکنید، تمام سورستون از بین میره، حتی اگر یک نفر باشید. و همون یک نفر ممکنه رو 2 تا سیستم کار کنید. یه سیستمتون مثلا توی خونه باشه، یه سیستمتون تو دفتر و محل کارتون باشه. گیت امکانو بهتون میده که وقتی توی خونه کار میکنید ارسال کنید آخرین تغییراتتون رو روی سرور، دوباره وقتی که میاد مثلا محل کارتون دوباره اون تغییرات رو بگیرین. پس برای مدیریت سورستون بهترین گزینه است و حتما باید تو پروژه ازش استفاده کنید، حتی اگر پروژهتون کوچیک است. اصطلاح گیت ریپوزیتوری چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم، یه فولدریه که داخلش حالا جلوتر میگم یه فولدر هیدنی به اسم .git وجود داره که کانفیگا و هیستوریا رو همه رو داخل اون نگه می‌داره، که اون فولدر پیش‌فرض هیدنه و هر آنچه که داخل اون فولدر در کنار اون فولدرهای دیگه قرار بگیره، هر فایل و فولدری که کنار اون قرار بگیرن عملاً توی گیت قرار گرفتن و هر تغییری روی اونا اعمال بشه گیت متوجه میشه و به عنوان در واقع تغییر میشناستش. حالا این تغییر میتونه چی باشه؟ ممکنه یه فایل جدید نیو کنید، ممکنه فایل بوده و حذف کنید. گیت تمام این تغییرات رو براتون حفظ میکنه. چند تا از در واقع گیت های معروف مثل احتمالاً شنیدید گیت هاب، گیت لب، اینا چیزایی که معروف هستن و بهتون امکانو میدن که حتی رایگان ازشون استفاده کنید. خب حالا برای اینکه با گیت کار کنیم چیکار کنیم؟ اولین نکتهش اینه که باید از سایت git.scm دانلودش کنید و این سایت رسمی گیت هستش، میتونید در اینجا دانلودش کنید. حالا سایتش رو که باز کنید میبینید که حالا من چون نسخه ویندوز استفاده میکنم خودش از روی مرگل میفهمه و ویندوز رو برام میاره که نصب کنم. بعد اینکه نصبش کردید بخواید چک کنید، میتونید کامند پرامپت رو باز کنید و بزنید git version. اینجا بهتون نشون میده که با چه ورژنی از گیت رو نصب کرد. اولین و پرکاربردترین دستور گیت کلون هستش. کلون برای چه کاری استفاده میشه؟ برای اینکه برید یه سورسی رو از یه مقصدی دانلود کنید. من الان اومدم اینجا سرچ کردم گیت ها ASP.NET Core سامپل، اومدم یه پروژه ASP.NET Core سامپل رو زدم، رو لینک اولش کلیک کردم، یه سری سامپلات تو گیت هاب داره. این سورسیه که برای من آورده که یه سری سامپل داخلش هست. من میام روی کد کلیک میکنم. اگه نگاه کنید اینجا میتونه زیپ شدهشو دانلود کنید، میتونید تو ویژوال استودیو بازش کنید، ولی من میام آدرسشو برمیدارم و میام تو اون فولدری که میخوام و مد نظرم هست، اگه همینجا کلیک کنید cmd بزنید و بنویسید git کلون پرکاربردترین دستور گیت و فاصله آدرسشو، بعد اینکه دیگه ازتون یوزر پسورد بگیره، حالا لاگین کرده باشید، میاد اون سورس رو براتون کلون میکنه. حالا این چون پابلیک احتیاجی به لاگین کردن در واقع وجود نداره و اگه نگاه کنید اینجا داخلش تمام فایل‌ها و فولدراش قرار داره. در ادامه قبل میخوام موضوع مهم چرخه تغییرات توی گیت رو خدمتتون بگم با کامنداش.
خب وقتی یه فایل رو به گیت اضافه میکنید، اون استیت اول، اون حالت اولی که توش قرار داره آن ترکت هست. یعنی چی؟ یعنی هیچ پیگیری روش انجام نمیده، این فایل رهاه و خودش هم به صورت قرمز پیش نشون بده. حالا این دستور با دستور ببینید. الان من میام اینجا خدمتتون، اگه یادتون باشه تو جلسه قبل ما اومدیم از یه ریپوزیتوری تو گیت هاب کلون کردیم. الان اگه من روی این بیام cmd بزنم و بزنم گیت استاتوس، کامند گیت استاتوس رو بزنم، میزنه که your branch is up to date with فلان. خب اشاره میکنیم به یه برانچی و nothing to commit، هیچ چیزی برای کامیت وجود نداره. حالا من میام چیکار میکنم؟ میام یه فایل به این اضافه میکنم، میگم نیو، یه دونه فایل ایمیج اضافه میکنم. اوکی، حالا میام دوباره همون گیت استاتوس رو میزنم. نگاه اینجا چی نوشته؟ نوشته on tracked files ها، فایلی که من دارم روش هیچ ترکینگی ندارم. وقتی روش ترکینگی نداره یعنی هیچ هیستوری براش در نظر نمیگیره و کلا رهاه، فقط اون فولدر هستش. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته چه کاری باید انجام بدیم؟ باید از دستور گیت اد استفاده کنیم. وقتی گیت اد میزنید میره تو حالت استیجد. استیجد یعنی چی؟ به معنی اینه که من دیگه از الان به بعد این فایل رو میشناسم و تو توی ریپوزیتوری گیت اضافهش کردی. نه اینکه هنوز سمت سرور رفته باشه، هنوزم سمت سرور نرفته و تو مرحله آخر سمت سرور میگم خدمتتون بره. فعلا داریم روی لوکال صحبت میکنیم که فایل‌ها رو داره گیت مدیریت میکنه. حالت عادی اضافه کردم، هیچ تغییراتی رو روش پیگیری نمیکنه. استیج که میشه از الان به بعد دیگه روش گیت ترکینگ داره. ببینیم اینجا رو. الان من همین جایی که این کارو کردم رو همین فولدر میزنم گیت اد، میتونم استار بزنم، معروف ترین کامندی که داریم که میگه هر فایلی که جدید اضافه شده. الان اینجا من یه فایل image.bmp اضافه کردم، شما ممکنه 50 تا فایل اضافه کنید. میتونم دات بزنم. فرقش اینه که داتو که بزنید، فایلایی که در واقع با دات هم شروع میشن که تو بعضی از پروژه های برنامه‌نویسی وجود داره، اونها رو هم اضافه میکنم. من خودم پیش‌فرض داتو میزنم. خب حالا اینجا رو نکنید، گیت استاتوس میزنم، نوشت ثبت شد و حالا نوشته اگه این کارو میخواید تو آن استیج کنید فلان کنید، یعنی تو حالت استیج قرار گرفته. وقتی تو حالت استیج قرار میگیره دیگه از الان به بعد گیت روش اون نظارت و اون ترکینگ رو داره. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم که این کارم روی این تموم شده، هنوز گیت هیچ شناسه‌ای بهش نداده. وقتی شما کامیتش میکنید گیت بهش یه شناسه میده. اون شناسه چه کاربردی داره؟ کاربردش اینه که من براتون یه مثال بزنم. الان این پروژه‌ای که من اینجا دارم، اینجا رو نگاه کنید، هر کدوم اینا یه شناسه‌ای دارن. این کامیتایی که گیت انجام داده، من میتونم بعداً بیام این کامیت رو روش دبل کلیک کنم و ببینم چه تغییراتی روش انجام دادم. میتونم بیام ویو کامیت دیتیل بزنم ببینم چه تغییراتی روش انجام دادم. حالا این تغییرات تستی بوده و همه اون چیزایی که من روش تغییر دادم به نشون میده. اوکی، پس این مزیتش اینه که وقتی یه شماره داره به ازای تک تکش میاد یه دونه لاگ اینجا میندازه و شما هر کدومو که بخواد میتونید ببینید بر اساس کامندایی که گذاشتن چه کسی این کارو کرده، تو چه تاریخی این کارو کرده و ممکنه شما 3 تا کامیت پشت سر هم داشته باشید حالا بعد اینکه پوش کردن رو سرور و بخواید برگردید به یه کامیتی توی مرحله قبل. حالا وقتی که کامیت کردن تو این استیت قرار میگیره، حالا میخوام بعد از کامیت کردن چه اتفاقی باید بیفته؟ بعد به ارسالش کنم سمت سرور. حالا کامیت کردنمون چجوری؟ میگم که کامیت داش ام، یه پیامی بهش میدم، میگم فرست مثلا کامیت، پس گفتم گیت کامیت داش ام مخفف مسیجیه که میخواد بدید، بعد میگم فرست کامیت. این میگم اولین کامیتیه که من دارم انجام میدم. فعلا هم هیچ اتفاق نیفته، فقط بهش یه شناسه داده. اوکی، این شناسه رو میبینید اینجا، یعنی وقتی که من کامیت کردم یه شناسه بهت داشت. حالا میخوام بفرستمش روی ریپوزیتوری که سمت سرور باشه که از الان به بعد هر کسی میخواد بگیرتش میاد سمتش دانلود میشه. میام از چه کامندی استفاده میکنم؟ گیت پوش. گیت پوش که میکنید ارسال میشه سمت سرور. الان اینجا رو نگاه کنید، زد فلان تو آدرس فلان، یعنی اومدش همینو روی برنچ مین تو آدرس ریپوزیتوری که از قبل روش ست کرده بودم و ازش کلون کرده بودم ارسال کرد و حالا از الان به بعد دیگه من این فایل رو روی سرور دارم و اگه الان بزنم گیت استاتوس ببینید اینجا میزنه آن برنچ می یور برنچ is up to date، دیگه هیچ تغییری روش ندارم.